آقا سلام، وقتتون بخیر. به به، یه مبل تمام چوب راحتی قشنگ دیوونه عاشق آوردم براتون. از این مبل هر چی بگم کم گفتم. چوب گردو، خودرنگ، پشتی چرم، کفی تدی، با کوسن بی کوسن، هر جوری که دلتون بخواد. یه کار فوق العاده استاندارد، راحت با مبل تمام پارچه ستش کنید، تو فضای بالکن اوتدور استفاده بکنید. البته بارون و برف اومد ببریدش داخل، حیفه. خیلی خوشگله، خیلی گوگولیه. من عاشق این نرده های پشتشم، همش از چوب گردوه. نرده آماده نیست، خودمون زدیم. یه بار دیگه میشینم براتون که کیف کنید. امیدوارم شما هم یه بار این نشیمن رو تست بکنید تو خونه. عالی، بدون کوسن هم عالیه. آقا کف کارم از جنس خود پارچه استفاده کردیم. برای چی؟ برای اینکه هم نرمی کفو ببینید توش خالیه، هم نرمی کفو از دست نده، هم این دوشک چون بیجه ورسیس لیز نخوره بیاد جلو. و شما هم میتونید از این رو استفاده بکنید، هم از روی مخالفش. کفی هم همینطور میتونید برگردونید. زیر کار زیپ خورده، راحت شما میتونید باز بکنید. ببینید توی کارو الیاف نمیریزه بیرون. در بیارید، اگر پارچه بود بشورید، دوباره استفاده کنید. عالی. امیدوارم که لذت ببرید. انقدرم توشو پر کردیم، زیپا رو باید خودمون ببندیم. اگه خواستیم بشورید بگید میام. مبارکتون باشه.